سلام، امروز میخوام درباره 10 نشونه‌ای حرف بزنم که ممکنه باعث بشه آدم‌های اطرافمون ازمون فاصله بگیرن بدون اینکه خودمون بفهمیم. اگه یکی از این نشونه‌ها رو داشتی اصلاً نترس. آخر ویدیو راه حلش رو بهت میگم. بریم که شروع کنیم. زیادی از خودت تعریف میکنی. اینکه موفقیتاتو بگی خیلی خوبه، ولی اگه هر حرفی رو یه جوری برگردونی به تعریف از خودت، مردم فکر میکنن داری پوز موفقیتاتو میدی. زود از کوره در میری. واکنش‌های شدید حتی برای چیزهای کوچیک باعث میشه حس کنن باید با احتیاط کنارت رفتار کنن. زیادی جدی هستی، شوخی‌پذیر نیستی. وقتی هیچ‌وقت نمیخندی یا شوخی‌های ساده ناراحتت میکنه، فضا سنگین میشه. فقط حرف میزنی، گوش نمیدی. گفتگو یعنی تبادل. اگه فقط تو حرف بزنی و اجازه ندی دیگران هم صحبت کنن، اون موقع اطرافیان خسته میشن. نظرات دیگران رو قبول نداری. وقتی همیشه میخوای حرف خودتو ثابت کنی، دیگران ارزشمند بودنت رو حس نمیکنن. پشت سر بقیه حرف میزنی. همه میگن اگه الان درباره اونا پیش من حرف میزنه، فردا درباره من چی میگه؟ اعتماد از بین میره. زود صمیمی میشی و همه چیزو میگی. خوبه که صمیمی باشی، اما خیلی‌ها آمادگی شنیدن جزئیات زندگی و مشکلات شخصی رو تو شروع رابطه ندارن. وسط حرف زدن گوشیتو چک میکنی. این یعنی حرفت مهم نیست، حتی اگه قصدت این نباشه. همیشه غر میزنی. آدم‌ها دنبال انرژی مثبتن. غر زدن، داد زدن باعث دور شدن آدم‌ها از اطرافمون میشه. از تاثیر رفتارت روی دیگران خبر نداری. همون چیز مهم، خودآگاهی پایین. نمیدونی رفتارهای کوچیک چه حسی رو به دیگران منتقل میکنه. اگه یکی از این نشونه‌ها رو داشتی، نگران نباش. هممون یه جاهایی تو رفتارمون اشتباه میکنیم. فقط کافیه که بیشتر گوش بدیم، کمتر دیگران رو قضاوت بکنیم. از تاثیر گفتار و رفتارمون آگاه باشیم. موقع صحبت کردن با اطرافیان گوشی رو کنار بذاریم. با اطرافیانمون مهربون‌تر باشیم. اگه این ویدیو برات مفید بود یه لایک بزن و کانال رو سابسکرایب کن. همین حمایت شما بهم انگیزه میده تا ویدیوهای بهتری بسازم. مرسی که هستین.